саломи шаҳри ман шаҳри хоҷандам, салом эй одамон, халқи азизам. Худо моро бар чунин рӯз расонид ки бар дидори дӯстонам расидам. Ассалому алайкум бинандагони азиз, тамошобинони арҷманд, ҳаводорону муҳибони барномаҳои телевизион ва радиои танин. Барномаи субҳгоҳинаи файзи саҳар меҳмони кошонаи якояки шумоён азизони дилу дида аст. Фаро расидани боз як рӯзи нав, умеду орзуҳои нав, оғози ҳафтаи навро мо таҳиягарони барномаи имрӯзани файзи саҳар банда Парвина Аҳророва бо ҳамроҳи коргардони эфир Муҳаммадҷон Шарипов баҳратон муборакбод мегӯем. Хона ободӣ, некномӣ, сарбаландӣ, хушбахтиҳои бепоёнро баҳратон азизон таванно дорем. Имрӯз дар тақвим сана 2 октябри соли 2023 милодӣ аст. Ва чун аён гардид, имрӯз мо дар студия меҳмоне дорем ки ҳар яки шумоён ин нафарро хело ҳам хуб мешиносед ва баромадҳояшонро ҳам ҳама рӯза мунтазир мешудед. Мулло Зуҳур Тоҳирӣ, доктори беҳтарини табиби ҷаҳон соли 2004, кардиолог, равоншинос, хубмуаллист, табиби халқӣ ва қаҳрамони халқи Доғистон дар соли 2023. Хушомадед мегӯем шуморо ба барномаи файзи саҳар ва мо бовари комил дорем ки имрӯз низ бинандагони азизу арҷманд, тамошобинони гироми қадри мо ба мо пайваст мешаванд, ба доктор Тоҳирӣ суолҳои худро пешниҳод мекунанд. Ва мо бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. Ин қадар кам намошудед? ما خیلی که میدونید ما 3 ماه پیشتر در تلویزیون شما برآمد کردیم. من از آن جمله در آسایشگاه دکتر طاهری مدتی 3 ماه عموما از آسایشگاه بیرون نرفتیم، چون که تمام بیمارا وقتی من خودم کار میکردم سر کار میگرفتیم. بعد برآمدم از چسله 5 سپتامبر بخشیده به 100 سالگی رسول غمزاتو در شهر داغستان اونجا جشن گرفتن که در همین جشنواره روز 9 همچون روز استقلالیت و من عنوان قهرمان خلق داغستان دادن. بسیار آدم‌ها فکر می‌کنن که قهرمانی فقط ممکن جنگ باشد، آدم کشی باشد. این تماما نادرست. از آن جمله قهرمانای خلق تاجیکستان میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی، بابا جان غفورov، همه اینها کتاب نویسندن، اثر نویسندن، مردم را به راه درست هدایت کردند. برای عنوان قهرمان داغستان گرفتن البته از سال 2013 من در آنجا کار کردم و همچون وید نجی تیلسوم درسی اونجا گرفتم و زیاده از 20 تشکیلات های اونجا به من ترینینگ گذروندم، ترینینگ های آموزشی. کدام شخصیت هایی که طرز و اصولی تبابت من گفته که آموزان عموما بیمار نشدین، همه همونها 90 پایده ایستادن که من خانه‌هاشو دعوت کنن، مهمان کنن که یک مصلحت‌های عادی منقطی عمرش دراز شدگی و از آن جمله چندین بیماری‌های سرطان مثلا 10 سال شد زنده و سلامت هستند، چون که طبیب هر یک انسان خودی او خدا و طبیعت است. برای این فقط آدمای آموزاندن در کار. وقتی که شخصیت درباره سلامتی خودش تصورات دارد، اجرا کرده تواند، البته حساب میانه عمر انسان 100-150 سال است. ما یک مراتب از تاجیکستان روزی 16-17 در شهر مسکو سیزد طبیب‌های خلقی رسی برگزار گردید که 8 نفر اشتراک کردن، از آن جمله از شهر خوجند، از چند شاگردهای من از ازبکستان، از خود دوشنبه و در اینجا هم بسیار خوشبختانه همه اونها صاحب سرتیفیکت اشتراکچی کنگره شدن، بسیار چیزا را آموختن. تجربه از یکدیگر تجربه آموزدن البته جمعیت پیش میبرند. اینجا سوال دادید که من کم نما شدم. البته من در طولی که در همین ناحیه عینی در آسایشگاه کار کردم استحصالات موندم، یعنی که استحصالات داره رقم یک این آب هست. من این آب چشمه خندان ما موندیم، آب چشمه فرهاد خندان، یعنی که تکنولوژی همین آب نوشیدن که اگر آدم‌ها استفاده برن حتما بسیار بیماری ها نظم میشد. مردم الیمنت های عادی ترین نمیدونن. در اینجا بالای این ما علاقه خیلی سرتیفیکاتی صفات دیگر چیزای اجازه نامه گرفتیم، نه که حاضر این مقدار آب زیاد برآورده نمیتوانیم، چون که حال زواد خودش تیار نیست. ما فقط شیشه های خالی گرفته آب پر کرده تکنولوژیش کردیم و کارهای علمی رفته شده است. مثلا یک نفر از آدمایی که در سطح حکومت رهبریت کار میکند سنگ گرده دارد. 50 بطل که آب گرفت که من همه آب تکنولوژی شما وقتی می نوشم، اگر همین سنگ های گردی من نیست شود، اگر آینده تمام مغازه زیاده است در تاج پترمسیو زیاده از 100 مغازه هاست این آب خریداری میکنم.
این داروی رقم 1 است و در داغستان هم تمام حاضر من یک برنامه نشون میتونم کمتر میبینید که من اونجا برآمد کردم همین برنامه شما سوال و جواب ها افیر برام یعنی اونجا اکثر مردم همین تکنولوژی نوشیدن آب نوشیدن یاد گرفتن یعنی که آدم که از خواب خیز حتما باید تا نیم لیتر آب شیرگرم نوشد آب ترکیب خون تغییر می‌یابد دوام روز بعد خون تغییر می‌یابد مردم ما از میره مثلا آنالیز می‌سپارن آنالیز کمتر وایران باشد رو افتاده میشن دوام روز به آنالیز تغییر می‌یابد از ترکیب آب نوشیده شما از ترکیب خوراک یعنی که نادرست استفاده پرسیدیم نمی‌دونی آدم‌ها نمی‌دونن با میگن من دلم آب نمی‌جوشد بعد نمی‌جوشد برای که دانش نداری اگر دانش داشته باشی برای که خون قفل نشد سکته دل نشد سنگ پیدا نشد هر 1 ساعت 1.5 ساعت باید آدم 50-100 گرم آب نوشیده است این هم مصلحت عادی خواهی کن درباره آب کتابی آب اطلاع قیمتی که من نویسندگی بودم حاضر من با پیشنهاد شد که به یکی از جایزه های جمهوری تاجیکستان همین کتاب پیشنهاد کرده شود در همین 13 ماه یک همین کتاب میلیون آدم های توبت میکنند شرطی که آدم ها در قبول ما آمدگی باشه از آن جمله در برنامه‌ای که ما با شما زیاده از 30 برنامه من در تلویزیون تنین کردگی هستم خود آدم ها آمده تشکر گفتن که ما شما از تلویزیون گوش کردیم از روی همون تکنولوژی گفتین شما ما آب نوشیدیم هر روز 5-10 کیلومتر راه گشتیم فشار خون ما هم معتدل شد قند ما هم پس شد این در دست خود انسان که اجرا کرده تا اومد قبلا ما شما رو با نایل شدن با عنوان فخری خب قهرمانی خلقی داغستان مبارکباد میگوییم تشکر میگوییم که امروز با برنامه ما اشتراک دارید و ما البته باوری کامل داریم که بینندگان عزیز و ارجمند ما حتما به ما پیوست میشوند با رقم 92 644 55 33 زنگ میزنید. با دکتر طاهری اگر یگان سوال یا اینکه خود پیشنهاد درخواست داشته باشید مرحمت عزیزان فرصت را غنیمت شمارید. همزمان نگفته نماند که دکتر طاهری از سنه یعنی که از صبح از پس از به اتمام رسیدن برنامه فیض سحر این نفر میتوانند الکی تمام میزاجان تمام بیماران رو در داخل بازار پنجشنبه که داروخانه گیاهی دکتر طاهری در داخل بازار عمل میکند قبول کرده باشند. عزیزان میتوانید همزمان خودی حاضر با رقم 92 880 22 51 92 762 24 26 زنگ زنید با قبول دکتر طاهری خود را نام نویس نمایید. خب چون درباره همین آبی چشمه خندان سخن کردید این زمان حالا دسترسی میزاجان نیست البته ما یک مقدار در همین داروخانه گیاهی شهر خوجان آوردگی هستیم و آدم فکر میکنن یک بطولکه گرفته یک بطولکه نزد میشن حساب میمونه 10 بطولکه خرندگه 6 سومونی 60 سومون 60 سومون این دوام هفته با دوام 10-12 روز رو یاردمی کلام میکنن و بسیار آدم ها مثلا ممکن آب قیمت باشن نه که آب شلی که من گفتم از طلا قیمت هست جاش میشد که مثلا همین یک بطولکه آب من در یکی از ایرپورت ها وقتی که با مکدون رفتم 5 دلار خریدگی هستم یعنی 50 سوم 50 سوم یک لیتر چون که آب پرالیم اساسی بدنی انسان آب حل میکنند حاضر در همین داخل بازار پنجشنبه هست ما حاضر من در شهر سن پترزبورگ هم بودم یک شرطنامه بستم برای همون زواد آورده استحصالات سال آینده به موندن من کدام مغازه های آدم ها میخوان همه آب‌ها استفاده برن مرحمت با ما میتونن همکاری کنن چیزی دیگر من یک بار گفتنی هستم که ما در همین بازار پنجشنبه یک نمود شابلا کاش استحصال کردیم این مدتی 10 سال است که بیمارا استفاده میبرن فقط برای بیمارا ما تیار میکنیم همین هم استحصالش ما تماما زیاد کردیم که تمام جمهوری به استحصالات پیدا شد ترکیبش خوش دانی زغیر دارد ارد جوار مکه بعد سبوس گندم این بهترین چیز یعنی که زغیر گرده های تازه میکند بغم درد نیست میکند بعضی آدم ها بغم هم در میکند غش میکند آواز میبرد نیست میشد سبوس گندم تمام بی کامپلکس ویتامین های دارد در داروخانه ریکتسین گفته در رسی میفروشند و ارد جوار مکه فونکسی گرده نظم میکند تقریبا نرخش 15-20 سومون است اگر شما یک گیرید 10 روز اگر بینید 20 سومون با شما زفتر اگر نهاری شما هست چیزی عادقتی آدم ها همیشن برای مثال یک چیز دیگه من ممکن تکرارم گفته باشم
3 سال قبل یک مرد اومد با بیماری پسری است. بعد گفت که من 15,000 سومون صرف کردم ناز نشدم. من گفتم اراده داری هنگو؟ من گفتم یک هفته فقط آب می پگاه بیگاهی همین کاشی میخوریم. من خودم باوری اینقدر نداشتم که تمامی یک هفته بدنی و قریب تمام تازه میشد. ترکیب سلامتی انسان از ترکیب خوراک وابسته است. مثلا امروز من حاضر کتاب آماده کردم برای چی من دائم در سفر همین طرز خوراکخوری مردم مسلمان مثلا داغستان، ایران، عربستان ما همینجا بودم. باید که ما کمتر کخنیمای تغییر دیم. مردم مثلا قزاقستان میرد، قزاق‌ها خمیر بسیار میبیارد، بهش برماغ میگود، بالاش به گوشت بسیار. آدما میخورد شب کسل میشد چون و هضم نمیشد. پرابلم زیاد میکنند. همین هم چه در کار علم، صنعت در کار، تکنولوژی خوراکخوری یاد دادن در کار. ما هیچگاه از یادم فراموش نمیشد. خدا رحمتی منظمه غفار و رکتور پدین سودان خانه‌شو مهمونی برفتیم. یکم مراتب دیدم که در همین پیاله‌های کلان خوراک یکم آوردم. ما خندیدم اونجا. بعد بی‌واسطه همین استاد اومدن وقتی که من هندوستان خواندن رفتم. دوام 2 هفته به 8 کیلو وزن من کم شد در هندوستان. برای که اساسی چیز این غذا بود. ما با خوراک یکم به همین یک پیاله خودمون برین خوراک یکم میداد، دومش 2-3 قاشق برنج، یک تا سبزی، میوه عموما، یک بریدگی معده چاباتی. من همین ترکیب خوراکتی من شخصا خودم 8 کیلو وزنم کم شد. برای این آدمی که میخواد وزنش رو کم کند، سلامتیش رو نصب کند، باید که کمتر از ساحه طب باخبر باشند، دانند. و من امروز دائم میگم که آدما من میگن شما گارانتی میتید که شما من نظم میکنید. من میگم من گارانتی نمیتونم. گارانتی خود تو، خدا، طبیعت، نه که من راهش نشون میدم. تو وقتی که یاد گرفتی حتما نظم میشی. من در همین سفرم اینجا که گفتید من 5 روز در شهر مسکو، 5 روز در شهر سن پترزبورگ بیمارا هم قبول کردم، از آنجا در خود داغستانم. مثلا همین شهر سن پترزبورگ یک جوانی تاجیک اومد تماما کج دکتر برفته از 200,000 روبل به جراحی میکنم. من همه 3 سیانس مانوال تراپی کردم، داروهای نوشته دادم، تکنولوژی نوشته دادم. الکی روز دوم به قریب میونش راست شد، سوم به حالتش نقش شد. بینید که 200,000 روبل یعنی که $2,000 نزد من با اومد. قبول من در شهر سن پترزبورگ 3,000 روبل بود برای تاجیکا. من همین حدود $100 قطعی و بچه نقش شد. یاد گرفت، آدمی خودش شد. برای همین ممکن سوال تن که چی به دکتر طاهر دائم در سفر هر جا میرد. مثلا با بار دیگه میگم که همین سال اولش به یک گنرال از شهر مسکو برای کنسولتاسیون مصلحت نزد من اومد. یک مصلحتی درست قطعی و نقش شده رفت. من از برنامه من از روز هفتم باید در پامیر باشم. یه هفته اونجا هم آدمای قبول میکنم، مصلحت میتیم، ترینینگ میگذارم. از آن جمله ترینینگ هایی که من حاضر در ناحیه ها میگذارم، قصرهای فرهنگ به هم اجازت نامه از طرف وزارت تندرستی و وزارت فرهنگ شدگی هست. فقط اینجا باید که رئیس های ناحیه ها دستگیری کنن و مردم جمع کرده توانم. برای که اینا فقط در رقم این پول نقشه اجرای یگان پرابلم پول خطی سلامتی حل نمیشه، تکنیک هم سلامتی حل نمیکنه. چون که من امروز در سطح جهانی معرفی شدم و بسیار کانگرس و کانفرنس ها میرم. در مد اول من در هم پرزیدنت برارد میشنونن، بسیار مصلحت های من گوش میکنن و من میخواهم که اول مردم خود ما سالم باشد. من از ما بعد سفری پامیر ممکن باز ولایت سوخت بیایم، همین ناحیه ها با یک روز درست قصرهای فرهنگ با از همین تکنولوژی ساختن حاجتخانه، استفاده آب، حقنه کردن، نفس کشیدن، خندیدن، همین تکنولوژی من سیستم ساختگی، سیستم سالمگردانی با اصول دکتر طاهری یاد میتونم، میآموزونم. مثلا در روسیه همین ترینینگ های من 1,500 روبلی رسمی است. یعنی که حدود در تاجیکستان چی؟ در اینجا 20 روبل. ما اول بی پول کردیم. بی پول عمان شکی نامد. برای که مردم ما عادت کردگش نی. اخلاً 20 سوم به یک چیز یاد گرفته برای خودش. و اگه 20 سوم داد دارم یک چیز گوش میکنه.
درست باش برای همین در کشور بیرون من در قزاقستان $20 بود ترینینگ های من برای همین کدام رئیس ناحیه ها هست ما مخصوصا وقتی که به حکومت جمهوری نوشتیم اونجا به وزارت تندرستی فرهنگ پیشنهاد کردن که دستگیری کنید ناحیه و همه آدم مردم آموزوند علم طب باید پیشگیری کننده باشد مثلا همین گیمنازی که از پایین شما هستن احیای معنویت اینای معنویت اینا همین سال رفته دیدن تکنولوژی منو وای کردن ما یک شرطنامه بستیم سال آینده چون آسایشگاه ما مفصومی کار میکند اینا هم آموزگارا آموده در میگیرن هم بچهای مکتب آموده یک چیز می آموزن من درس میتیم یاد میتیم این سرچشمه دراز عمری همون میشد کم بیمار میشم عموما ممکن آدم خودش نگاه کند قریب که 100-150 سال حسابی میانه عمر انسان هست باید دراز باشن من شما یک چیزی یاد میگم دیروز بیگاهی روز یک از دوستای من معلم یونیورسیتی همینجا اولوسای جان بیگاهی آمدن خیلی ما تقریبا ساعت 6 بود یک غذا خوردیم بعد من گفتم باید که یک 5 کیلومتر راه کردیم بعد هر دیم ما داخل باغ کمال خجندوی گشتیم اون کس نقل کردن که این وقتا ساعتی 5:30-6 بود گروه ها پیدا شده که درونی همین باغ با آماده صحبت میکنن میگردن مشقای اجرا میکنن از پتی سلامتی هستن من خرسند شدم در اون 70 سالگی من که شدگی بود من پیشنهاد کرده بودم که کلوبی که از 70 سال زیاد هست عمر دارد باید بیگاه جمع شن صحبت کنن چون که مناسب است آدم ها مثلا باید که محتاج با یک صحبت هم هستن بله درست من همین سن پترزبورگ رفتم یک پروفسور آنکولوگ بود زیارتش رفتم خونش من 1.5 ساعت بی یکم پریریف ما گپ زد دلش خالی کرد هیچ کس نیست که خطش گپ زند و گفت که با خدا دست کردم یعنی که باید بیمار رو قبول کردم 85 سال گفت نیست که ابشاست یا آدم نیست که من قدیوه صحبت کنم درد دلم گم باید آدم رفت و اومد کنن صحبت کنن من همین خجند سالهای پیش که من آموزشگاه طبی میخوندم چایخانه و مصیفت ها جمع شده آمده آش کرده صحبت میکردن یک دیگر شوقتی سبک میشدن چون که انسان محتاج سخن هم هست از من یک کتاب تیار کردم نامش سخن درمانی روسیقتی سلووا تراپیه همین یک سخنی نقص آدم رو بلند میکند سلامتش نظم میکند جمعیت آباد میکند جمعیت پیش میرد برای همین ما باید کوشش کنیم که مردم چیزهای بهترین آموزن مثلا همین دیروز هم در همون داخلی اپتک من داروخانه یک دو کس در آمده گپ‌های قبیح آدمشون برآمد من گفتم حتما باید 500 سامانی جریمه سپارید آینده باید حکومت تاجیکستان شورای عالی یک قانون برآورد که در جایهای جمعیتی دشنام دادن سخن‌های قبیح گفتن جریمه کرد مردمی ما تا جریمه نکنید نمیکنن وقتی که از زبان وی سخن‌های نقل برآمد جمعیت پیش میرد سخن گاهی گزد مانند آرو سخن گاهی بگیرد جای دارو هر آن زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخن‌های روان است درست خب 92 644 55 33 از رقم تلفنی ما در استودیو عزیزان دل بینندگان ارجمند میتوانید با ما پیوست بشوید ما البته باوری کامل داریم که شما البته پس از چند لحظه های دیگر تلفن های موبیلی خود رو به دست میگیرید و هموطنان عزیز تماشابینان ارجمند با ما حتما پیوست میشوید خب ما دایر به سفری شما کمی معلومات گرفتیم و دایر به نمون استحصال غذای نکاشه که میگفته گذاشتید و من میخواستم برای بینندگان عزیز تماشابینان ارجمند دایر به نمین آبی چشمه خندان که معلومات میدادید بیشتر برای کدام نمودی بیماری ها همین سوال ناز دادید از سال 2009 تمام شخصیت ها که آسایشگاه میبیان همه آب مینوشن یعنی که سنگ گردن نیست میشن اساساً برای بیماری سنگ گردن وقتی که آب این خون سیوغ میکنه دومش مچگانی میگود تیز توالت میرن فشار خون پس میشن معتدل میشن این انرژی مبادل میگرده خیلی که ماشین به بنزین میانزن بنزینی تازه اندازن ماشین نظم میگرده اگر دیگه چیز اندازن تتر کرده انسان هم از ترکیب آب سلامتی دارد برای بعضی آدما که تصورات ندارن خیلی آب میگم 5 سوم یا 30 سوم نه یک بطور که آب برجام مثلا تبابتی 20 سوم 30 سوم نیست خرید من اینم حال ما نرخی و هم نموندیم همگی 6 سوم در همین داخل داروخانه هست حدود 100 بطور که ما آوردگی اگه آدما اومده رفته گرفتن و آینده همکاری کردنی باشن ممکن ما
استحصالات زیاد میکنیم و من اینجا یک چیز دیگه هم گفتنی هستم که مثلا من میخوام که در سطح جهانی امسال تاجیکستان رو معرفی کنم ولی همه آسایشگاه میخوام هم یا ارندت هم یا یگان دکتر اویلش خطی باشد رفته همونجا کار کند ماهانی نظم میگیرد من با مراجعت کنن ما همون زمستان آماده کردیم تیار شود تمام سال باید کار کند چون که باد و هوای بهترین نوبسته از موسم برای همین متخصص در کار اگر متخصصا در کار باشن اونجا برای زواد اوبام انجینرها در کار خوش زبخواز در کار سستر خزاک یعنی که همه خیلی متخصصا باشن مرحمت همین دوام چند روز رو میتونید آماده وقتی یک شرطنامه همکاری کنید شرط نیست ما راستی رفته عذاب و اشراخت و ترسید در جای خود ما جای کار تشکیل کردن در کار من دیروز در فورومی صاحب کار را اشتراک کردم از خود راستی 150 نفر آمدگی بودن از 40 مملکتی جهان البته بسیار آدم ها نسبتی وقتی که در همین میدلی من دیدن آمدن خیلی سوال دادن چی خیلی من گفتم اصلا برای سلامتی مردم کار میکنم شما پول میگوید نه که با پول سلامتی خریدن نمی اکثرتشو حالا وعده کردن که ما شما دعوت میکنیم اومده ما آموزونید که ما هم یاد گیریم و کمتر بیمار شیم عمر دراز بینیم برای این دانش هست آموزاندن در کار و اینجا خیلی که شما حاضر میدونید همین داروخانه ما امروز قریب 150 نامگوی گیاهای روغن‌های گوناگونی که ناتورال چیزای طبیعی هست دارد از آن جمله من از شهر اوفا همین چیز آوردم یک مراتب اونجا ساختن تبلیت که مثلا جاشنی پوزیر بیست کم نی تلخدان سنگش نیست میکند 10-11 گیاه ساختگی تبلیت که 100 تبلیت که دارد نرخش 80 سومان همگی یعنی که در داروخانه همه خیلی نمودها هست برای ضد سیگار کشیدن برای ضد نوشیدنی اسپرتی برای میوما ماستوپاتی هم برای خواب وایران بودن سوندو مردم که تصور ندارن میرن آواره میشن هر جا مثلا ایناش ویتامین دیلیا مزگا بود دیلیا اوما آدمای خاطر فراموش و دیگر چیز هستن من برای که سفرهای زیاد برفته بهترین چیز گرفته میبیارم ما همه که بالاش به 10 سومان نرخ موندگی همه بالاش با خیلی بعضی آدمو با میبرن دیگه جا 150 سومان میدونم تا 200 سومان بردگی فروختگی هست یعنی که هر یک شهروند هر یک هموطنی ما میتوانند از داخل بازار پنجشنبه از داروخانه من همین داروی زمچ حاضر در روسیه 1.5 هزار روبل یعنی که 1.5 هزار 150 در اینجا 60 سومان در قزاقستان رفتم بازار همه خیلی مثلا از اخیتا یک چیز میبیارن سودا میکردگی و بلاش به نرخ‌های زیاد میمونن در قزاقستان من همین زمج دکتر طاهری $35 350 سومان یعنی که این زخمی میده نظم میکند کیسته نیست میکند خوش گیمرای نظم میکند بی فرزندها با یاردم کلام میکند فقط تکنولوژیش باید آدم‌ها دانن استفاده برن همین در داخل بازار پنجشنبه ما همین کردیم که مردم ولایت آواره شده هر جا نرن مثلا قریب هر روز ما با زنگ میزنن ما آگوجا خریم همه که در دوشنبه در خوجند هست در ناحیه عینی دیگر یگان جا با این چیزا فروشش نیست برای چی فروشش نیست برای اینکه آدم ها معلومات ندارن اینفرماسیون ندارن وقتی که افکتش یاردمش دیدن من یوتیوب کانال من هست میتونن در اون ببینن دکتر طاهری نویسید زیاده از 230 فیلم های ما هست در تمام حوزه ها ما برآمد کرده هستیم همونجا درباره زمچ یک بیمار زن 2 خونش فروختگی نقش شدگی پیش آموردنش پس همین یافته بیارید من میخورم یک همین عادی ترین چیز خیلی نقش شدگی میدونید همونجا چطور بیماری عموما اول سرطان هم گفتگی و همین زمچ خیلی نقش چون معلومات نیست اینفرماسیون نیست مثلا ما از میگیم خیتوی هم چی دارد زمین یک تا گیاه دارد از همون خطاب قبولش رو میرن هر روز رکلام میشد حدودی از 5 تا 7-8 هزار بار گیاهاش میتیه اینی موی اگر رفته همش خرد ممکن 500 سومون شد عمان 500 سومون گجا 5000 7000 گجا آبی دری خانه خیره آدم ها با معلومات داده توانستن در کار برای همین من دائم در سفر هستم چون که من امسال به بسیار جاها دعوت کردگی حتی من استکهلم همون جایی که نوبلسکی پریمی پیشنهاد چیزا هست خودم شخصا رفته حجتامو پیشنهاد کردنم در کار برای که وقتی که از دور میفرستید کاغذ میگیره در طرف میپرتاد نمیشه من رفته باید خودم معرفی کنم فهمونم چیز کرده توانم که
همین مردم تاجیک هم یک چیز اختراع کرده میتونند سلامتی مردم و یاردمی کلان کرده میتونند مردم برای جنگ پول مییابند برای سلامتی پول نمییابند باید که در روی زمین عموما جنگ نشد خیلی که گفتید باید که معلومات قوی داشت و من باوری کامل دارم و اکثریت وقتی که شما با ما در استودیو مهمان میشوید با تماشابینان یا عزتمند ما روبرو میشویم و اکثریت میگویند که خیلی برنامه مفید بود برای خود ما مصلحت های بهترین رو از دکتر طاهری گرفتیم و امروز نیز ما باوری کامل داریم که بینندگان عزیز و ارجمند ما تماشابینان گرامی قدر از سخنهای خوب دکتر طاهری خیلی هم خوب حلاوت هم میبرید و مصلحت‌های خوب رو هم به خود میگیرید و البته باوری کامل داریم که شما با ما پیوست میگردید با رقم 92 644 55 33 زنگ زنید عزیزان ما منتظر زنگ‌های تلفنی یکایک شمایان عزیزان هستیم اگر با دکتر طاهری یگان سوال دارین که خود درخواست داشته باشید پس ما رو همراهی نمایید با ما پیوست بشوید و همزمان میتوانید خودی حاضر با رقم 92 880 22 51 92 762 24 26 زنگ زنید با قبول دکتر طاهری خود را نام‌نویس گردانید بخش تجارتی رکلام رو با هم تماشا میکنیم و البته پس از بخش تجارتی رکلام باز هم برمیگردیم به استودیو و صحبتمون رو با دکتر طاهری ادامه میدهیم همراهی ما باشید